سلام بچه گایز، خوش اومدید به چنل من. خوش اومدید به من. تا هستم اسم چنل اسپتکی. امروز قراره داخل این ویدیو بهتون آموزش بدیم که چجوری میشه داخل یه ماینکرافت یه خونه خیلی خیلی خوشگل و نه زیاد بزرگ نه زیاد کوچیک در عرض چند دقیقه درست کرد. این ور خونه یه دونه چیز برای جای گاو باشه، این ور خونه یه دونه چیز برای جای کاشت مزارعتون باشه، وسط هم خونه‌تون باشه. اولین طبقه دورش همونجوری که اول ویدیو دیدین، اول وسط خونه این طبقه اول یه دونه جای شیشه‌ای باشه و پله بخوره بره طبقه بالا و اونجا اتاقتون باشه. بچه‌ها امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد. حتما تا آخر ویدیو با همراه باشین. چند وقت ویدیو نذاشته بودیم چون یه ذره مشکل برام پیش اومد. دوباره ویدیوها رو می‌خوایم شروع کنیم و ویدیوهای خوبی در انتظار از هاردکور گرفته تا وان بلاک و پارکور، مودهای خفن، بازی‌های خفن با پلیرهای خفن. بچه‌ها امیدوارم حتما از این ویدیو خوشتون بیاد. تا آخر ویدیو همراه باشین. یه ذره صدام گرفته، سرما خوردم، نمیخوام زیاد صحبت کنم. همونطور که اول ویدیو مشاهده کردین این خونه خیلی خیلی ساده و خیلی خیلی شیک و تو دل بروه. اگر دوست دارین از این ویدیو حتما نهایت لذت ببرین تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. Here we go. بچه همونجوری که دارین مشاهده میکنین باید 6 بلاک اینوری بکنین و 7 بلاک هم اینوری بکنین. بعد این برم دوباره 6 تا، این برم دوباره 7 تا. یه چیز همجوری چیزی در بیاد و وسطش رو دوباره خالی کنین. خب بچه وقتی یه وسطش رو چوب گذاشتین، وقتی داخلش رو خالی کردین وسطش چوب بذارین و کنده چوب برمیدارین و به ارتفاع 5 بلاک میایم بالا. این چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 درست. و هر 4 تا طرفش همجوری میذارین. خب بعدش که اینجوری 4 تا ستون اومد بالا، باز اینا رو اینجوری به هم دیگه وصل کنید. هر 4 تا طرفش رو باید همینجوری به هم دیگه وصل کنید. خب وقتی که این 4 تا رو اینجوری به هم دیگه وصل کردیم، باز یه شکلی اینجوری مکعبی شکل در میاد و این طرفایی که 7 بلاکی بودن رو همه رو اینجوری گلس بزنید. فقط وسطی بلاک رو نمه بذارید چون اینجا واسه در باشه. باید یه شکلی این شکلی در بیاد و همینو دوباره این طرف هم انجام میدین. یعنی اشتباه شد، این دوست برداریم دوباره از همین ورم بذاریم، این ورم میذاری، این بالا رو دیگه باز وصل کن. همینجوری ادامه میدیم. خب وقتی که اینا رو با هم دیگه وصل کردیم به این وسایل ها نیاز دارین. خب بعد باز چیکار کنین؟ باز یه طرف رو ببندین، یه طرف کلا باز با چوب ببندین. وقتی که اون یه طرف بستین نوبت میرسه به این طرفی که قرار طرف در شما بشه. این ورو این دو تا بلاک رو باز بکنین چون واسه در میشه. خب بس در رو که گذاشتین یه بلاک این ور یه بلاک این ور و این ور برای خودتون یه چراغ میذارین، این ورم زنگوله رو میذارین که مثلا در خونتون رو بزنن. وقتی یه وارد خونه میشین این ور در رو گذاشتیم، این ورم در و اینجا هم که این رو گذاشتیم. میریم نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه که با سقف رو درست کنیم. بریم سراغ سقف. برای سقف شما به یک گلس شما به یه دونه چیز نیاز دارین، نصف چوب نیاز دارین و اینو باز کلا این شکلی از یه طبقه پایینتر، نه بالاتر، پایینتر باز کلا بذارین. اینم از این. شاید براتون سوال باشه آقا چرا این ور شیشه نذاشتیم از این ور؟ چون به خاطر که باز پله بخوره بره بالا و این ور یه دونه بلاک رو میکنه. و اینجا چه اتفاقی میافته؟ اینجا ما باید از این ور یه دونه سقف درست کنیم تا اینجا، از این ورم یه سقف درست کنیم تا اینجا و اینجاشو سقف سنگی بذاریم. حالا میریم سراغ ادامه ویدیو. باید یه همچین جور سقفی در بیاد. یعنی چی؟ یعنی ما یه دونه چیزو برعکس بذاریم، یه دونه رو به طرف بالا، یه دونه برعکس، یه دونه به طرف بالا، یه دونه برعکس، یه دونه به طرف بالا، همینجوری تا اینجا و این وسط باز خالی باشه. این وسط دوباره باز چوب بذاریم. باید یه شکل این شکلی در بیاد و همینو دوباره نقش انجام میدیم اون طرف. خب بچه همینجور که داریم میبینید دقیقا باید یه چیزی همینجوری شکل در بیاد و کار بعدی چیه؟ کار بعدی اینه که شما یه دونه چیز سنگی بردارین، سقف سنگی همون بعضی بهش میگن مبل یا پلاکس هر چی که اسمش هست. بعد اینا رو با هم دیگه بعد اینا رو با هم دیگه اینجوری با اینا رو با هم دیگه اینجوری وصل کنین تا آخر. خب آقا سقفش باید دقیقا این شکلی چیز در بیاد. یه چیز خیلی خوش که الان من چون ماینکرافت
بدراک رو دارم و رو حالت دراگون فاوله نمیتونم شیدر بزنم، این قشنگ خوشگل نما نمیده. کسایی که شیدر دارن روی جاوا یا روی بدراک شیدر خریدن میتونن بزنن و اون خونه خیلی که خوشگل تر میشه. ولی باز این خونه خیلی خوبه و بازم کار داریم. میریم ادامه ویدیو. خب میرسیم مرحله بعد. شما به این وسایل ها فعلا نیاز دارید. باز اینجا طبقه اینجوری 3 2 3 نشانده شد 1 2 3 درست 3 4 تا بود نه 5 اینم 5 تا رو دقیقا همینجوری میکشین اون طرف هم به همین شکل. وقتی که این پلک‌ها رو اینجوری گذاشتیم این برم گذاشتیم یه شکل همین چیزی باز در بیاد. میریم قدم بعدی. قدم بعدی باید شما چیکار کنیم؟ از اینجا بکنید 1 2 3 اینم 4 4 این ورم باید همینجوری بذارین تا اینجا، اون ورم میزنین دقیقا همینجوری. خب نگاه کنین باید یه شکل همینجوری در بیاد، این ورم باز همینجوری در بیاد. و حالا قدم بعدی شما باید این زنجیرها رو بردارید جای چین چی یه دونه دوتا آره دوتا اینجوری اینم بذارید اینجا، اینجا هم همینجوری باز بذارید دوتا اینجوری دو چه خراب داره میشه. اینجا رو هم اینجوری میذارین، اینجا رو هم این شکلی، اینجا رو هم این شکلی. دقیقا همون ورم باید همین کار رو بکنید. خب کار ما تا اینجا تمومه، یعنی این ور این شکلی در اومد. شما میتونید اینو تنظیم کنین، مثلا اینو بذارین یه دونه بلک اینورتر و اینجا رو مثلا به زنجیر وصل کنین، هر جوری که خودتون دوست دارین میتونین تنظیمش کنین. و حالا دو تا کار میتونین برای اینجا بکنین. یه دونه اینکه اینجا رو میتونین بکنین مزرعه‌تون این ورم میکنین برای خودتون، میتونین گاو بریزین یا گاو بریزین یا گوسفند یا اسب یا خوک، هر چی که دوست دارین. چون مثلا در باز در به راحتی باز و بسته میشه. هر کسی که برای بازی سروایوشون میخوانش این چیزو. و حالا میریم برای ساخت مزرعه. خب اینجا رو اینجوری درست میکنین. من دوست داشتم وسطش رو برای خودم اینجوری کردم، چون مثلا کسی که میخوان دوتا مزرعه بسازن اینجوری درست میکنن، کسی میخوان یه دونه بسازن براش مهم نیست، همینجوری از در میان برای خودشون درست میکنن. من اینجوری خواستم درست کنم. و اینجا محصولتون و مزارعتون و چیزی که میخواین بکارین رو میذارین همه رو. این ور میتونین یکی دیگه بذارین، همین ادامه میدین هر جوری که خودتون دوست دارین. سلیقه خودتونه. نگاه کن الان مثلا بهشون کد میدم چوری بزرگ میشن چه خوشگل میشه. با اونم گرفت. نگاه کنین اگه داخل خونه یه تعظیمی داشته باشه اینجا خیلی خوشگل میشه. میریم برای اون طرف. این ورم گاو میریزیم. وقتی یه گاو بریزیم خیلی خوشگل میشه. الان خونه ما 80% خونه ما آماده است و بریم داخل خونه. نگاه کنید چه خوب شد. توتی خوشگل اینجا کجا داری میری؟ بشه میذارم شابری. خب نگاه کنین میتونین اینجا برای خودتون همچین جای درست کنین و بریم الان داخل خونه. داخل خونه گفتم این ور رو باز چوب بذاریم چون بتونیم نردبون بذاریم و الان به کمک نردبون احتیاج داریم. نردبان این تیکه اول دوم سوم چهارم اینم اینجا برای خودتون میایم بالا و اینجا یه اتاق میشه. آقا بمونه من اینجا رو یه تنظیم کنم و شما نمره بدید. خب بچه من یه دونه جای همچین جای درست کردم. شما میتونید جای بهتر درست کنید هر جور که سلیقه. حالا من همینجوری درست کردم چون که دیرمه بچه. اینجا اینجوری و پایینم دیگه چون من نمیخوام زیاد وقت ویدیو طولانی میشه. الان ویدیو 5 6 دقیقه 7 دقیقه اینا میشه، نمیخوام زیاد وقت بگیره. بچه پایینم برای خودتون یه جوری درست کنین. حالا میخوایم میز بذارین، میخوایم برای خودتون بذارین، برای خودتون کرافت تیبل بذارین، هر جوری که دوست دارین میخواین هر چی میخواین بذارین. به نظر من خونه خیلی خوبیه. در عرض 5 دقیقه دیگه نهایتا داخل سروایو باشی
وسایلاشو داشته باشی میشه نزدیکای 10 دقیقه، یه رو 10 دقیقه 20 دقیقه کریتیو باشی. که مثلا کریتیو چرا میخوای اصلا بازی کنی؟ کریتیو یعنی چی؟ باید بازی رو حالت سروایو باشه. من بیشتر آموزشام رو کریتیو میذارم، چون نمیخوام وقتی ویدیو زیاد گرفته بشه. بچه اینجور خونه میشه. اگه شیدر الان داشتم این چیزا یه نور خیلی خوشگلی میداد بهتون نشون میداد. این میشه خونه ما. بچه اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک ساب فراموش نشه. زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای دیگه جا نمونید. اگه اولین بار میایین داخل کانال من، برین داخل کانال و ویدیوهای دیگر هم نگاه کنین. توتون دارم عشقای دیدید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار، مواظب خودتون باشید.